این وحیش نتیجه چی شده؟ کتاب هم داشته ایشون؟ بله، کتاب مثنوی قرآنه. اگر خود حالا مولانا به کنایه گفته قرآنه، آیه سروش رسما میگه این قرآنه. کلید به شماره 8 رو با هم دیگه ببینیم. مولوی به اصطلاح خود کمبین نبوده است و به هیچ وجه در باب کتاب خویشتن از سر فروتنی مصنوعی و تصنعی سخن نگفته است، بلکه قدر والایی که این کتاب در چشم او داشته است رو به بلیغترین و صریحترین وجهی بیان کرده است، تا اونجایی که شاید بر بعضی از گوشها سنگینی کند و کسانی رو به شبهه بیاندازد یا حتی برماند. مولوی کتاب خودش رو واقعا عدل قرآن میدونست، دیگران هم میدانستند و نه تنها مولوی دیگران رو منع نکرد و رو در هم نکشید، بلکه خودش هم در ابتدای مثنوی همین رو میگوید، در دفتر سوم هم همین رو میگوید، در دفتر ششم هم همین رو میگوید. ببینید اوصاف رو اینجا برای کتاب مثنوی برمی شمارد که این اوصاف در قرآن برای قرآن آمده است. نگاه کنید: کما قال تعالی یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. خداوند با این کتاب عده‌ای رو گمراه می کند و عده‌ای رو هدایت می کند. فرزند مولانا سلطان بلد آمد نزد او و گفت یه عده‌ای میگویند که این مثنوی قرآن به زبان فارسی است و ما به اونا میگیم اینگونه نگویید، بگید تفسیر قرآن به زبان فارسی است. مولوی برآشفت گفت ای خر چرا نباشد؟ چرا میگی نیست؟ هست، قرآن به زبان فارسی است. و از جامی که البته 2 قرن پس از مولاناست این بیت آمده است که من نمیگویم که اون عالی جناب بوده پیغمبر ولی دارد کتاب. اشاره به کتاب مثنوی داره. یا اقبال لاهوری در همین قرن 20 خودمون گفت که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. باز دوباره کلمات دیگری می آورد مولانا که تمام آیات قرآن است که درباره قرآن، اما مولوی درباره مثنوی آنها رو می آورد. به ایدی سفره، در دست سفیرانی که کرام برره، یعنی فرشتگان بزرگوار، یمنعون به الله یمسه الا المطهرون، این فرشتگان نمیگذارند که کسی دست به این کتاب بزنه مگر از پاکان باشه. غیر پاکان، ناپاکان رو منع میکنند از نزدیک شدن به این کتاب و دست بردن به این کتاب. یادتونه دیگه آیه توی سوره واقعه است که فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. مولوی اینو درباره مثنوی می آورد. تنزیل من رب العالمین، از طرف خدا نازل شده است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از پیش رو و از پشت سر باطل در او رسوخ و نفوذ نخواهد کرد. یعنی معصوم و محفوظ است، محصور و محفوظ به حفظ الهی است. اینا تعبیراتی که قرآن درباره خودش میاره و مولوی در باب این کتاب آورده است. والله یرصده و یرقبه و هو خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خداوند این کتاب رو حفظ می کند و مصون می دارد و خداوند بهترین حافظ است. و بعد می گوید که وله القاب اخر لقبه الله تعالی، این کتاب لقبهای دیگری هم داره، اوصاف دیگری هم داره که خدا بهش داده ولی من دیگه نمیگم. گفت رحمت به چیز کم. تا همینجا هم مولانا اینا که گفته میگه تازه بسی بیش از اینها هم هست ولی دیگه من اقتصرنا علی هذا القلیل، ما به همین قلیل اکتفا میکنیم. والقلیل یدل علی الکثیر، و کم دلالت بر زیاد میکند. والجرعه تدل علی الغدیر، و یک جرعه دلالت بر یک برکه میکند. والحفنه تدل علی البید الکبیر، و یک مشت دلالت بر خرمن میکند. یعنی خلاصه مشتی از خرمن رو من گفتم وقتی این اوصاف رو بیان کردم، یک پیمانه رو از یک برکه عظیم پیش شما آوردم. القاب و اوصاف و نعوت و اسماء بسیار دیگری هم دارد که
خداوند به این کتاب داده است، لقبه الله تعالی، نزد خداست، ولی من بیان نمی کنم و به همین مختصر اکتفا می کنم. مولوی در اونجا این رو تمام کنم تا سراغ این بریم. بله، میگوید که ای سگ طائن، تو او می کنی، طعن قرآن را برون شو می کنی، تا قیامت میزند قرآن ندا که ای گروهی جهل را گشته فدا، مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدید ای خسان طعن زن که شما بودید افسانه نه من، خود بدیدید ای که طعن میزدید که شما فانی و افسانه بودید، من کلام حق مقائم بذات. این رو مولوی نقل میکنه برای اینکه بگه کتاب من همینه. یه عده آمدن گفتن اینا افسانه است که اساطیر است و افسانه نژند، کودکان خود فهمش میکنن. راجع به مثنوی گفت، راجع به قرآن هم همین رو گفتن اساطیر الاولین است، افسانه است، اسطوره است، قصه است، هیچ مطلب مهمی وجود نداره در او. اما قرآن با ماندنش به اونها داره میگه که خود بدیدید ای که طعنه میزدید که شما فانی و افسانه بودید، شما افسانه بودید، شما فانی بودید، من باقیم، من افسانه نیستم، من چنان پرمغز و پرمحتوا هستم که خود این مضمون مقوم من است و من رو برپا نگه می‌دارد. این دیدگاهی است که مولوی نسبت به کتاب خودش داشته. خب ما که امروز البته 750 سال پس از مولانا نشسته ایم و درباره این اثر ویژه او بحث میکنیم، شاید حق رو به مولانا بدیم. خب بله، ملاحظه میکنید آخرش هم میگه ما باید حق رو به مولانا بدیم در این که گفته است این کتاب من عدل قرآن است، در این خصوصیاتی که لا یأتی الباطل، در صفاتی که دارد و سایر مطالبی که مطرح میکنه. ما باید حق رو به آقای مولانا بدیم. کتاب ایشون کتاب قرآن دیگری است. و خب تعجب میگه پسر مولانا وقتی به پدرش گفتش که کتاب شما تفسیر قرآن است، آشفته شد، گفت ای خر،